یک نفر دیگر سوال داده است برای چی رئیس جمهور با ژورنالیستان سوال و جواب نمیکند آزاد؟ انتظار جوابیم. خب دوستی عزیز، برای چی امام علی رحمان با ژورنالیستان آزادانه صحبت کند و یعنی چرا، حالا این سوال اگر از خود امام علی رحمان پرسید که چرا با ژورنالیستان تاجیک آزادانه سوال و جواب نمیکنی، با مردمت، با مهاجرین مثل که دیگر پرزیدنت ها میکند؟ امام علی رحمان میتونه در جواب بگوید برای چی کنم این کارو؟ مردم تاجیک کی هست؟ من چه مسئولیت دارم در پیش مردم؟ این مردم تاجیک باید به من اطاعت کنند و شعر و سرود بخوانند، در پیش من رقص و بازی کنند، شکرانه کنند. مردم تاجیک کی است که من با آنها سوال و جواب کنم؟ مگر مردم تاجیک مرا انتخاب کرده است؟ مگر مردم تاجیک به من رأی داده است؟ مگر مردم تاجیک سهم دارد در سر قدرت آمدنی من؟ مردم امام رحمان باید با پالکونی کوچکوف سوال و جواب کند، با او گزارش بدهد، نه با مردم تاجیک. برای اینکه پالکونی کوچکوف، یلتسین و اسلام کریموف را به سر قدرت آوردند. خب 2 نفرش مرد. پالکونی کوچکوف حالا هیچ کی است، در زندان بود، حالا برآمده است و دیگر امام رحمان با او صحبت هم نمیکند. خب مسئله دیگر، اگر حالا بالفرض امام رحمان به خلاصه آمد و این جسارت را پیدا کرد که با مردمش، با ژورنالیستان تاجیک سوال و جوابی آزاد کند، درباره چی گپ میزند؟ چی باید بگوید؟ برای صحبتی آزاد کردن با ژورنالیستان، با مردم، دانش در کار، سواد در کار، فهمیش در کار، 4 جمله رو بدون کاغذ، بدون خواندن به هم از منطقی پیوست کردن در کار، یک دیدگاه روشن در مسائل سیاسی، اقتصادی و آینده کشور داشتن در کار. امام علی رحمان وقتی که سرش رو از کاغذ بردارد، من حالا نه به معنای خواهش میکنم این رو درست فهمید، به معنای پس زدن نیست، اصلا این عادتی من نیست، اما خودتونم میبینید وقتی که سر رو از کاغذ برداشت فقط فرمان داده میتواند، فقط این کارو کنید، فلان کارو کنید، فلانی از وظیفه آزاد، فلانی از زندان آزاد، فلانی رو زندانی کنید. اما اینکه تحلیل کند، اینکه یک نگاه روشن به مردم بدهد، مثل که زلنسکی میکند، با یک فوتبالکا، با یک پولوور و چند روز از چند ماه میشود که ریشش عمران نتراشیده است، یعنی شب و روز خودش یک تلفن رو میگیرد، با مردمش است، یک روز پس استریم میکند یا اینکه بخش آنلاینی دارد، به مردمش گزارش میدهد. پرزیدنت مردمی این رو میگن و همین است که مردم اوکراین اگرچه از روسیه ضعیفتر است، در مقابل روسیه مقاومت کرده ایستاده است و الکی وضعیت در میدان جنگ به نفع اوکراین تغییر خورده ایستاده است. برای چی؟ برای اینکه یک پرزیدنت دارد که از مردمش نمیترسد، با مردمش صحبت میکند، با روزنامه‌نگاران صحبت میکند، با پارلمان‌های تمام دنیا به طریق آنلاین برآمد کرده ایستاده است، با مردم خودش آنلاین صحبت میکند. اما پوتین و رحمان چیکار میکنند؟ حالا پوتین هم خیلی قوی است در این مسئله، با مردمش صحبت میکند، گپ میزند. اما پوتین استادیون را جمع میکند مردم رو، خیلی که در لوژنیکی کرد، مثل که رحمان در استادیون فرونزه یا در مثلا نوروزگاه مردم ها رو جمع میکند و در نتیجه آنها فقط سخنرانی از قبل آماده شده، از پیش، از روی سناریو و پاپولیسم. و همین است که پوتین اگرچه خیلی یک سیاستمدار قوی بود و هست، اما چون اونم با پاپولیسم گرفتار شد و مثل رحمانوف دیگر مردم را در استادیون جمع میکند و رقص و بازی و آوازخوان‌ها ها را، اما فراموش کرد که یک پرزیدنت مردمی مثل زلنسکی باید رفتار کند. همین است که ارتش دوم جهان، ارتش روسیه در میدان جنگ شکست خورده ایستاده است، عقب نشینی کرد، مجبور شد. اما زلنسکی با همون ارتش ضعیف ولی با روحیه قوی، با تکیه به مردمش، در یک گفتگوی دائمی با مردمش توانست که وضعیت جنگ رو تغییر بده. بنابراین این برادر عزیز، وقتی که شما سوال میدید که چرا امام رحمان با مردم و روزنامه‌نگاران تاجیک آزادانه صحبت نمیکند، باید بدانید که برای با مردم صحبت کردن باید پرزیدنت مردمی بود، برای با روزنامه‌نگاران صحبت کردن دانش و تصور و فهمیش کافی باید داشت، چون که ژورنالیست سوال میدهد، اگر از قبل مصلحت نشده باشد، صحبتی آزاد باشد، هر سیاستمدار رو میتونه در حالت دشوار قرار بدهد و
جواب ندارد برای این سوال ها. اما وقتی که الجزیره، یورانیوس یا هر تلویزیون دیگر رو از قبل سوال ها پیشکی آماده باشد، در یک جای آرام بشیند و سوال ها و جواب ها از قبل آماده کنند، بله امام رحمان گاه این کارو میکنند، ولی اونم برای خارجی ها. اما حتی برای خاور هم، یعنی خاور برایش کی است که بیاد به رسانه اساسی کشور مصاحبه بدهد، برای تلویزیون تاجیکستان مصاحبه بدهد. اینا اصلا برایشون ملت تاجیکستان، روزنامه‌نگار تاجیک کسی نیست که امام رحمان بیاد صحبت کنه. در صورتی که پرزیدنت امریکا، پرزیدنت فرانسه، پرزیدنت روسیه میاد با رسانه های وطنیشون صحبت میکنند. 2 روز پیش امانوئل ماکرون با رادیوی فرانسه صحبت رادیویی داشت، اینترویو داشت، با تلویزیون حتی با رادیو. یعنی این مسئولیت یک پرزیدنت مردمی و دموکراتی هست. اما میبخشید امام رحمان هم از دموکراتی دور است، هم از مردم دور است، هم از رسانه و از شبکه ها دور است. او فقط فرمان داده میتواند، او فقط سپارش داده میتواند و از روی کاغذ برآمده هایی که مشاورین و یاردمچی ها آماده میکنن همه را خواندن و پیام های سالانه را ارائه کردن. همین است نظری من در این موضوع برادری عزیز.